در این درس مدل کвадрати با کار میکنیم. اکنون با یاری فرمول کвадрati. اول من این فرمول کвадрati را از کجا آمده هستم میفهمونم. اثباتش که به درس پیشینه وابستگی دارد و از یک چند مثال کار میکنیم. همین فرمول استفاده برده. البته که چیزی که میدونین این در فرمول چی است؟ اینها همش کوفیشنت. اگر به شما فرمول کвадрati داشته باشد a هم وقت این چیه؟ کوفیشنت x کвадрат، b کوفیشنت x، c کوفیشنت که bx است. همون رو میمونیم و به شما یک باره نتیجه راجع بهش رو میدهد. البته که این فرمول آسان برای همه فرمول مدل کвадрati کار میکند. در اینجا باید چی؟ باید دانیم برای سینفوی 9 همه وقت یا سینفوی 10 تا سینفوی 11 اگر ما رقم های کمپلکس رو نگذاشته باشیم اگر هم وقت اینجا باید در این ریشه از 9 باید کلام باشد. بیاین خیلی اثبات کنیم. یک با یاری کвадрati پوره مقصد کвадрati پوره چه بود؟ اگر ما مدل کвадрati داشته باشیم x کвадрат جمع با x جمع c، اگر x کвадрат کوفیشنت باشد اول ما باید هم وقت این رو باید یک کنیم. همه آنها رو همه این اعضاها رو با a باید تقسیم کنیم. اول تقسیم میکنیم و چی به وجود میاد؟ مدل x کвадрат جمع b تقسیم a x جمع c تقسیم a برابری 9 میشود. بعد قدم نوبتی ما چی است؟ اعضایی که x ندارد به طرف راست گرفتن، یعنی x کвадрат جمع b تقسیم a x برابر است به مینوس c تقسیم a. بعد قدم نوبتی ما چی است؟ به هر دو طرف کوفیشنت x رو به دو تقسیم کвадратش رو باید جمع کنیم، یعنی x کвадрат جمع b تقسیم a x جمع یک جمع من در اینجا دیگر رنگ رو استفاده میبرم. جمع باید چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ کوفیشنت x چی است؟ b تقسیم a، یعنی تقسیم 2 باید کنیم. b تقسیم 2a میشود در کвадрат. b تقسیم 2a در کвадрат میشود. اکنون بیاین ساده کنیم. طرف راست رو طرف چپ چی میموند؟ x کвадрат جمع b تقسیم a x جمع b کвадрат تقسیم 4a کвадрат برابر میشود به مینوس c تقسیم a جمع b کвадрат تقسیم 4a کвадрат. اگر مخرج اینو ما باید ساده کنیم، مخرجاشون رو برابر کنیم، چی میشود؟ بیاین در قدم نوبتی نویسم. طرف چپ این کвадрati پوره است، این x جمع b تقسیم 2 در کвадрат. اگر باور نکنین قوس رو کشوین با همون ifade رو به دست میکنین. بعد طرف راست چی میشود؟ اگر مخرج های برابر کنم و یک کمک من باید 4a دیا میخوام. بعد چی میشود؟ مینوس 4ac جمع b کвадрат تقسیم 4a کвадрат میشود. بعد روی که ما پیشینه وای کردیم ریشه ها رو میگیریم. این چی میشود؟ x جمع b تقسیم 2a طرف راست رو به ریشه میرم، پلوس مینوس میشود. پلوس مینوسی در ریشه به اینجا اش رو بکنیم b کвадрат مینوس 4ac تقسیم 4a کвадрат. و ما چیکار که می‌دونیم ریشه ها رو علایده نوشته میتونیم. مخرج و صورت و مخرج رو اینو ما چیکار می‌کنیم؟ پلوس مینوسی b کвадрат مینوس 4ac تقسیم 2a. اکنون برای x رو یافتن چیکار میکنیم؟ جمع کم موند. x برابر همین عدد رو مینوس b تقسیم 2a پلوس مینوسی b کвадрат مینوس 4ac تقسیم 2a. وقتی مخرج های برابر میکنیم صورت ها رو جمع میکنیم. چرا که میتونیم همین فرموله به وجود آمد. یعنی این اثباتی همین فرمول کвадрati برای چیکار میکنند؟ از روحی پیشینه کвадрati پوره و در اینجا درونی ریشه رو علایده هم وقت کردیم. این رو ما دیسکریمنت میگوییم. پس کورنان دیسکریمنت رو تفتیش کرده میتونن. دیسکریمنت هم وقت باید مثبت باشد یا برابر 9 شده میتوند. وقتی این باشد جواب ما راسیونالی شده میتوند. اگر مینوس باشد با یاری عددهای کمپلکس میشود. اینجا این از اثباتی فرمول کвадрati. بیاین اون رو استفاده بریم یک باره. وقتی ما فرمول کвадрati میبینیم x رو چیکار میبینیم؟ البته که با کوفیشنت ها نگاه کرده از اینجا میتونیم که i ما با چی برابر است؟ با 1 برابر است. b ما با مینوس 2 برابر است. c ما با مینوس 6 برابر است. و با فرمول مونده کار میکنیم. x ما یعنی دو تا ریشه دارد. با علایدگی کار کرده میتونیم x1 برابر مینوس b مینوس 2 مینوس
قدم به قدم نمیسم. مینوس 2 میشد. اول یکمش پلوس رو انتخاب کنم و b کوادرات مینوس 2 در کوادرات مینوس 4 ضرب 1 ضرب مینوس 6 میشد. همش تقسیم 2a 2 ضرب 1. دوم ریشه موجب چی برابر میشود؟ باز هم مینوس 2. اکنون در اینجا مینوس رو استفاده میبریم. در درون ریشه با همون ifade مینوس 2 در کوادرات مینوس 4 ضرب مینوس 1 مینوس 6 تقسیم باز همش 2 ضرب 1. و اینها به چی برابر میشوند؟ بیاین ساده کنیم. 2 پلوس در این ریشه 4 24 جمع میشود 28 ریشه 28 میشود تقسیم 2. پایان هم باز هم مینوس در اینجا مینوس 8 میشود تقسیم 2. البته که ما اینو ساده کرده میتونیم. ریشه 28 ما میدونیم که ما 2 ریشه 7 نوشته میتونیم. 2 جمع 2 ریشه 7 تقسیم 2 که این به 1 جمع ریشه 7 برابر میشود. پایان هم همین 1 مینوس ریشه 7 میشود. چقدر میتونیم آسان است برای هم مدل کوالیتی استفاده برده میتوانیم. باز یک بار دیگر a رو یابیم. a برابر 2 b برابر 3 و c برابر مینوس 6. اول اونها رو میابیم بعد با فرمول جایگیر میکنیم. بیاین الویده نکنم در یک جایگیر نویسم. این چی میشد؟ b مینوس 3 پلوس مینوس من جوشون نواز کردم b کوادرات c کوادرات مینوس 4 ضرب 2 ضرب مینوس 6 تقسیم 2 ضرب 2. و این به چی برابر میشد؟ مینوس 3 پلوس مینوسی و مینوس پلوسی. ریشه رو برای چی کلام کردم؟ من اینو باید کار کنم. این به چی برابر میشود؟ 9 جمع 24 48 57 تقسیم 4 میشود. یعنی دو ریشه داریم. یک تاش با مینوس دیگرش با پلوس. این است راه دیگری که برای مدل کواdraتی داده میشوند. البته که این راه اصلا چون برای در کتاب‌های توجیه‌های ما دیگر راه داده شده میشود. در کتاب‌های درسی ما هم یک راه است. یعنی راهی چون گارانتی دار که جواب یافته میتونه برای همه مدل کواdraتی استفاده برده میشود.